سلام بینندگان گرامی، برنامه اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان منظور شماست. امروز پنجشنبه 1 ایول، عبدالله اشرف هستم در خدمتتان. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه روز. ترکش گاز در ناحیه عینی یک نقطه فروش سوزشواری و ماشین بارکش را به کام آتش کشاند. حکومت تاجیکستان عفو اموال اعلان نموده سرمایه‌داران را به بازگردانی پولهایشان از خارج تشویق می‌کند. توسط سرمایه‌گذاری مبلغ‌ها به اقتصادیات ملی تاجیکستان و آشکار نمودن آنها قانونی گردانیده می‌شود. ساکنان دهه آفتابلیقای کولاب شکایت دارند که سالها باز بینای باغچه تعمیر نمی‌شود و کودکان جای رفتن ندارند. در قد کوچه، در بالای خاک، در هر جا، در هر یک بازی کردن خاک‌لوتا گشتگی. امروز عبیدالله رجبوف هنرمند شناخته تاجیک درگذشت. رجبوف پس از نصف روز 1 ایول در خانه‌اش در شهر دوشنبه فوتیده است. سبب مرگ هنرپیشه شناخته هنوز رسما اعلان نشده است، ولی همکارانش میگویند بیماری او دارای نشانه‌های کووید 19 بود. عبیدالله رجبوف هنرپیشه خلقی تاجیکستان و بنیادگذار تئاتر آینه ماه مارس امسال به سن 80 سالگی رسیده بود. در آستانه زادروزش وی در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفته بود حالا سخنی تازه و فکری تازه را در حجو تاجیک نمی‌بیند، اما به آینده بهتری آن امیدوار است. هفته‌های اخیر چندین نفر از چهره‌های نامدار با نشانه‌های کرونا ویروس یا التهاب شش در تاجیکستان درگذشتند. وزارت تندرستی تاجیکستان درگذشت آنها را به کووید 19 پیوند نمی‌دهد. حالا رو آوریم به یک حادثه ناخوش که در ناحیه عینی رخ داده خوشبختانه به تلفات جانی به انجام رسید. صبح امروز یک نقطه فروش سوزشواری در ناحیه عینی نزدیکی دهه خوشکت آتش گرفت. قسمی از نقطه سوزشواری و ماشین بارکش به کام آتش رفتند. مقامات میگویند زیانی مالی حساب می شود. آتش نشانها سبب سر زدن سوختار را حالا تحقیق دارند. تفصیلات در گزارش همکارم میرزا نبی خالقزاد. در کیلومتر 138 راه دوشنبه خوجند در قلمرو ناحیه عینی نقطه فروش سوزشواری همراه با یک ماشین بارکش به کام آتش رفت. حادثه نیمه اول روز 1 ایول در نزدیکی دهه خوشکت ناحیه عینی رخ داده است. در شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی در صحبت با رادیو آزادی گفتند حالا سوختار پره برطرف شد، تلفات جانی نیست. با گفته مقامات ملیسا در این آتش سوزی یگان نفر جراحت وزنی نبرداشته است و کارمندان آتش نشانی به جای حادثه حاضر شده سوختار را خاموش نمودند. با گفته شاهدان سوختار تقریبا در 1 ساعت خاموش کرده شد. حالا آتش نشانها به جستجوی سبب سرزدن سوختار و حساب کردن زیان مالی مشغولند. در چند پارچه نواری که کاربران رادیو آزادی ارسال کردند دیده می شود که قسمی از نقطه فروش سوزشواری و ماشین بارکشان به کام آتش رفته است. با گفته شاهدان سوختار وقتی سر زد که ظرف گاز مایع را به ماشین بار می کردند و ترکش به عمل آمد. اما مقامات می گویند سبب های اصلی سر زدن سوختار را حالا تحقیق کرده سازند. با گفته ساکنان در چند سال اخیر بار سوم است که این نقطه فروش سوزشواری آتش میگیرد که در نزدیکی خانه های ساکنان دهه خوشکت قرار دارد. این ترکش باشندگان دهه را در ترس و هراس گذاشت و گروهی از ساکنان خوشکت جمع آمده طلب کردند که این نقطه فروش سوزشواری بسته و به محل دورتر از خانه های ساکنان کوچ داده شود. از ناحیه عینی و از جمله کنار دهه خوشکت یگانه راه ماشینگردی پولکی که مرکز جمهوری را با شمال می‌پیوندند می‌گذرد. از این رو در کناره های راه نقطه های فروش سوزشواری و یا تعمیر و شستشوی ماشین بنیاد شده است که یک عده ساکنان آنجا کار می‌کنند. در تاجیکستان اخیراً چند حادثه سوختار و ترکش نقطه‌های فروش سوزشواری رخ داد. بر اثر ترکشی که روز 1 می امسال در نقطه فروش سوزشواری در دوشنبه رخ داد، چند نفر زخمی شده. الکسی ریازانسوی 21 ساله کارمند این فروشگاه در بیمارستان درگذشت. مقامات خبر دادند که نسبت به صاحب 33 ساله نقطه فروش سوزشواری پرونده جنایی گشادند. ترکش یک ماشین حامل گاز در ناحیه باختر در سال 2016 هم رسانه‌ای شد که سبب مرگ یک نفر و زخمی شدن 21 تن دیگر گردید. مقامات بارها گفتند که باید تمام نقطه‌های فروش سوزشواری در جایهای دورتر از محل‌های اهالی نشین بنیاد شوند.
آگاهان امور میگویند پیشنهاد کوچ دادن نقطه‌های فروش سوزشواری با سر زدن هر یک حالت سوختار یا ترکشی به میان میآید، ولی بعداً به باد فراموشی سپرده می شود. پارلمان تاجیکستان قانون عفو اموال و دارایی‌ها را به تصویب رساند که هدف دارد شهروندان پول‌های در خارجه پنهان کرده خود را بازگردانیده به مجرای قانونی درآورند. بر اساس این قانون شهروندان تاجیکستان همچنان می‌توانند مال و اموال از جمله منزل‌های غیر قانونی بنیاد کرده خود را به رسمیت درآورند. درباره عفو اموال رئیس جمهور امام علی رحمان در پیامش به پارلمان خبر داده بود. همکارانم مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله ضمن بررسی این قانون در پارلمان بودند و این گزارش را تهیه کردند. طرح قانون درباره عفو اموال روز 30 ایون در جلسه مجلس نمایندگان قبول شد. بر اساس طرح نو شهروندان تاجیکستان می توانند دارایی و مبلغ‌های تا سنه مورد عمل قرار گرفتن قانون به دست آورده خود را رسمی کنند. با لایحه قانون مذکور نامگوی معین دارایی‌ها اینچنین مبلغ‌های شهروندان جمهوری تاجیکستان از جمله دارایی‌ها و مبلغ‌های آنها در دولت‌های خارجی که قبلا در اعلامیه رسما نشان داده نشده از گردش قانونی اقتصادی برآورده شدند توسط سرمایه‌گذاری مبلغ‌ها به اقتصادیات ملی تاجیکستان و آشکار نمودن آنها قانونی گردانیده می‌شوند. اما قانون نو برای عفو اموال غیر قانونی بعض محدودیت‌ها هم دارد، از جمله برای دارایی و مبلغ‌هایی که طبق قانونگذاری تاجیکستان معاملاتشان محدود شده است. این چنین اموالی که قرار دادگاه برای مصادره شدنش صادر شده است به این قانون داخل نمی شود. قانون درباره عفو اموال از سوی مجلس نمایندگان قبول شده، باید مجلس ملی از آن طرفداری و رئیس جمهور زیرش امضا گذارد. بعد این ترتیب دوام 12 ماه شهروندان می توانند اموال غیر قانونی خود را به رسمیت درآورند. مقامات از عفو اموال امید زیاد دارند. مقصد قانون مذکور فراهم آوردن شرایط مساوی برای جلب سرمایه شهروندان به اقتصاد ملی، تامین نمودن شفافیت، کاهش دادن حصه اقتصادی پنهانی، بازگردانی دارایی‌ها و مبلغ‌های شهروندان جمهوری تاجیکستان به اقتصاد ملی، فعال نمودن سرمایه‌گذاری برای رشد صاحبکاری مقرر گردیده است. یک نکته مهم برای شهروندان این است که بر اساس قانونی نو منزل‌هایی که در گذشته غیر قانونی ساخته شدند عفو خواهند شد و رسما ثبت می‌شوند. در 3 سال استقلالت این بار دوم است که در تاجیکستان عفو اموال صورت می‌گیرد. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. کودکان دهه آفتابلیقای کنار شهر کولاب به باغچه نمی روند. این دهه به فرق از دیگر روستاهای تاجیکستان باغچه بچگان دارد، اما بینایش پس از جنگ شهروندی سالهای 90 ویران شده و از کار مانده است. در تاجیکستان بیشتر از 84% کودکان از 3 تا 6 ساله به کودکستان نمی روند. حکومت می گوید تلاش دارد تا سال 2025 30% کودکان را با باغچه ها فرا گیرد. ادامه موضوع در گزارش محمود جان رحمتزاده. بینای کودکستان دهه آفتابلیقای شهر کولاب آثار جنگ سالهای 90 از آن نرفته است. حفیظمون نبیه و زمانی در این کودکستان مربی بود. تا سالهای 90 و زمان آغاز جنگ شهروندی 10 کودک را در اینجا تربیت کرده است. در صدیق ما 10 سال کار کردیم بچه جان. ای روزی خیلی مشکل در مردک ما پیراره بود. کار کردیم 10 سال خیلی اوچی کار کردیم خیلی نه جنگو شد و چه منطقی چی کمبودیا شد. خیلی صدیق هم خیلی چی برام. بینایی که سال 1987 برای آماده کردن کودکان به مکتب ساخته شد، حال زاره دارد. میدانچه بازی نشانی از کودکستان بودن اینجاست. سیوالی اودینایف ساکن دهه آفتابلیقا آرزو دارد کودکستان مثل سالهای پیش کار کند. این سوم دولت رفته گیاه. اینجا یک آبادیه که این را بین شما خودتان نظر کنید، یک نظر کنید. این خیلی آبادی در خیلی کودکستان در همین طبیعت نیست. دهه آفتابلیقا سال به سال بزرگ می شود و کودکانش هم زیاد. احتیاج والدینی که کار میکنند به کودکستان افزوده است. میگویند که برای آماده شدن کودکانشان به مکتب ضرور است. آنهایی که امکان دارند بچه‌هایشان را به کودکستان شهر میبرند. کودکان دیگر روزشان را با شنا و خاک بازی شام میکنند.
کودک در کجا در قد کوچه در بالای خاک در هر جا در هر یک انا چی بازی کردن هم خاکلوتا گشتگان ایتاری باغچه هم نمیدونن تصور هم ندارن که ایتاری باغچه وجود داشت. دهه آفتابلیقا 5 کیلومتر دورتر از مرکز کلاب است. مقامات در یک واخوری به پرزیدنت وعده داده بودند که تعداد کودکستان‌ها را زیاد و از جمله این مؤسسه را تعمیر و بازسازی میکنند. در تاجیکستان اکثر روستاها مثل آفتابلیقا کودکستان ندارند. بنا به یک گزارش بنیاد کودکان سازمان ملل در تاجیکستان بیشتر از 84% کودکانی از 3 تا 6 ساله به کودکستان نمیروند. برای مکتب آماده نمیشوند. حکومت گفته است که سعی میکند تا سال 2025 30% کودکان را در کودکستان ها تربیت دهند. وعده ای که ساکنان آفتابلیقا چندان به آن باور ندارند. محمود جان رحمتزاده، آزادی کلاب. در ترکیه یک طرح عظیم اقتصادی خواب ساکنان یک گوشه زیبای این کشور را از چشمانشان ربوده است. استخراج سنگ در ولایت ریزه که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان آنجا به دنیا آمده است، خشم مردم را برانگیخت. مردم میگویند مقامات بیرحمانه یک گوشه سرسبز و زیبای ترکیه را ویران میکنند. جزئیات در گزارش همکارم طاهری سفر. روخ زیبای این سرزمین آرام و بهشت‌آسا در شمال و شرق ترکیه را خراشیدند. یکی‌درد در ولایت ریزه زادگاه رئیس جمهور رجب طیب اردوغان است که استخراج سنگ در آنجا خشم مردم را برانگیخته است. باید از اینجا برای بنیاد یک بندر در بحر سیاه 20 میلیون تن سنگ برند. علام‌آور است. می‌دانید ما تمام کودکی خود را در اینجا گذراندیم. من فرزند دارم و آنها هم باید اینجا را ببینند. این بهشت ما است، بهشت ما. مردم می‌ترسند که استخراج سنگ روی زندگی آنها با استحصال چای و عسل منبع اصلی درآمد ساکنان اثری بد می‌گذارد. گرد و غبار از کان، صدای ترکش مواد ترکنده و ماشین‌های بزرگ هوا و فضای دره را آلوده می‌کنند. آنها هفته 7 روز و 24 ساعت کار می‌کنند. وقتی کارشان زیادتر شد، مردم اینجا چگونه زندگی می‌کنند؟ زیان سنگکنی را از حالا به خصوص کشاورزان احساس کردند. ما زنبور علفزار داریم. چرای ما در این جنگل ها میچرد. اینجا برای ما مثل انبار است. آنها همه چیزی ما را گرفتند. من قبلا چروایم را آنجا میچراندم. حالا فقط در آغیلند. از ماه اپریل این جانب مردم تظاهرات میکنند و میخواهند پیشروی بیناکاران را بگیرند. سنگ را شرکت چینگیز هولدینگ که با حکومت نزدیک است استخراج میکند. تظاهرگران را پلیس دستگیر و تهدید کرده است و تظاهرات را هم منع کردند. مردم میترسند که سرنوشت زادگاهشان عین تقدیر دهه در دره همسایه می شود که با وجود تظاهرات ساکنانش در آنجا برای بنیاد یک فرودگاه از مساحت 24 هکتار سنگ استخراج کردند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه گفت که واکسن استحصال روسی ضد کرونا سپوتنیک وی را گرفته است. به گفته وی بعد واکسن زنی حرارت بدنش اندک بالا رفته اما بعد چند به اعتدال رسیده است. در این باره ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگوی مستقیم تلویزیونی به بینندگان خبر داد. و بینندگان ارجمند اینجا وقتی برنامه اخبار آزادی به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید بخوانید و در صفحه آزاد ویدیو در یوتیوب ببینید. تا ملاقات بعدی، خدا حافظی هر یک شما بود.